فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میخواستم بپرسم تو شب قدر وقتی که پریودی میتونیم بریم تو مسجد برای شب قدر؟ برای خانمایی که در حالت ماهیانه هستن این موارد در واقع جز موارد ممنوع هست. رفتن در مسجد را رسول الله صلی الله علیه وسلم برای زنان حایضه، زنانی که در حالت عادت ماهیانه هستند یا در حالت بیماری بعد از وضع حمل هستند اجازه ندارند که در واقع به مسجد بروند و رسول الله صلی الله علیه وسلم این دستور را دادند که و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این روایت می‌کند که در اون زمان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانی که به این حالت مبتلا می‌شدند در واقع اجازه نداشتند که به مسجد بروند. حتی در حالت حج هم که بوده، چون که طواف در داخل مسجد الحرام هست، خود حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که حجش به تأخیر افتاد و مجبور شد دوباره برود به تنعیم در واقع عمره احرام ببندد دوباره بیاد، علتش هم این بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که در حالتی که زن در حال این حالت و وضعیت هست اجازه ندارد که به مسجد برود، یا اینکه حتی مثلا قرآن را خواندن قرآن را هم برای زن در حالتی که در حالت ماهیانه هست اجازه ندارد و این کار خلاف دستور الله در واقع یک نوع گناهی است. و انسان وقتی که به شب قدر می رود، مثلا در مسجد می رود، خب برای عبادت می رود یا برای قرآن خواندن می رود که اون هم خودش یک عبادت دیگری هست، یا برای نماز خواندن می رود که برای زن حایضه و در این حالت ماهیانه اصلا ممنوع هست که زن این به اصطلاح این در واقع اعمال را انجام بده. اما اگر منظور فقط یعنی قیام لیل هست یا مثلا دریافت کردن فضیلت شب قدر هست، می تواند در داخل منزل بنشیند و اذکار و اورادی که هست و در این زمینه بخواند و این ان شاء الله اون فضیلت شب قدر را در اونجا حاصل می کند و نیازی نیست که به مسجد برود.